رازهای عجیب آتشکده آذرگشنسب یا همان تخت سلیمان که بعد از شنیدنش مغزتون سوت میکشه. تخت سلیمان یکی از محل‌های برخورد حلقه‌های الکترومغناطیسی چاله‌های انرژی در روی زمین است که اگر 7 دور خلاف عقربه‌های ساعت دور دریاچه حرکت کنید تمام انرژی‌های کره زمین را جذب بدن خود می‌کنید. طبق افسانه‌ها و روایات دریاچه تخت سلیمان محل انگشتری مشهور سلیمان، محل ناپدید شدن صلیب اصلی مسیح که در زمان فتح اورشلیم توسط خسرو پرویز به این مکان آورده شد و همچنین مخفیگاه گنج‌های افسانه‌ای سلیمان و سلسله‌های ساسانیان و هخامنشیان است. اعماق این دریاچه ناشناخته بوده و تاکنون پای بشر به ژرفای آن نرسیده است. دریاچه‌ای که به طور طبیعی با آرسنیک و فلزات سنگین مسموم و غیر قابل زیست شده است. به اعتراف بیشتر کسانی که برای نخستین بار پا به این مکان گذاشته اند، این منطقه جادویشان کرده است. انگار نیروی عجیب و